از جایت نجو. کلتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی دیگر نداری. به خوبی تسلیم شو. زود باش. نه این رو هم برای من کرده با واسطه خواهرم ما رو به دام افتونی. بیشرف. آهسته دستانت را با پشت سرت گذار. رویت را به طرف ما گردان. کلتکل است برادر. کاری تو تمام. الکی به آخری بازی رسیده. حتی مرگ تو رو از ما خلاص کردن نمیتواند. سردارم رنگ کینا گفتم ها؟ یک چیز رو پرسم. کلتکلس شمی سردار؟ لوینت سفسطه نگوی. البته کلتکلس است. یگان کس را جستجو داره کمیسر. یاردم دیم. ای سردارم تقدیر بینیده ما دیگر آدم رو دستگیر کردیم. این زاغیسیو از کو؟ ای بیاق سفسطه نگوی. یا خدایا در وقت عملا سرم را ویران کردی. کلتکلس آهسته نقابت را برآورده به ما تسلیم شو. با این حیلت از ما خلاصی نداری. چخیل هیله سردارم. کدام کلتکل است؟ نام من زاغسیا. چخیل زاغسیا؟ کلتکلس هستی. تسلیم از شو. من چی میخواهد؟ من یگان گناه ندارم. زاغسیا بچه مردک بونه میگه که زاغیسیو هستم. همین زاغیسیو هست. لوینت بی عقلانه گپ نزن. زاغسیا کلتکلس است. زاغسیا نیست. سردارم یک انسان در یک وقت در دو جا بوده میتواند. من 100% گارانتی میتونم که همین زاغسیا است. کلتکلس خواهرش رو میجوید با نقاب پیش و گجا میآید. یک بو فکر کنه نخو آدمی خب به عقل شود. فکر تمام بکشن دیگه گپ نمیزنم. لیکن شما تمام عمرتون رو در همین ساحه گذراندید. سردارم میگن که هر چند دانا باشی یک بار از آدمی نادان بپرس. نخواه اینقدر توپای باشیده. تو با کی گپ زدی ساده بی عقل؟ با شما زاغسیا خواهر زنتون نجات داد. همین میدونیم که کلتکلس گناهگار است، اما گناهگار بودن زاغسیا را ما نمیدونیم که آخر آدم نقاب پوشیده است گفته. لوینت گپ زیاد نمیکنیم. بازی ما از خودش میپرسیم که او زاغسیا است یا کلتکلس. همین طور کارمون آسان میشود. باز یک دقیقه است. ای برادر سردار همین نامبر دینه کی؟ لوینت آدم برآمده ایستاده است. اینجا بیایید. زود او را دستگیر کنید. آن در آنجاست. نپرانید. و دوال براید. اطرافش را احاطه کنید. کلتکلس را زنده میخوام. سردارم بگذار گپ شما راست باشد. این کلتکلس است، اما زاغسیاش کیست؟ تو با کی بحث کردی ساده ای؟ زود او را دستگیر کن. برا بچه استایی پالتو را من سعودت خریدم. یگان کار از دستت نمی آید. اینه که خلچبی بوده. گم شو به بالا برا. از جایت نجوم. کلتکلس به طرف ما گرد. کلتکلس این نقابدار مثل خرگوش میگرزی ها؟ عاقبت به دام افتادی. من کلتکلس نیستم. زاغسیا هم. ای برادر ما هم میدونم که شما کلتکلس نیستی. ادام سردارم را باید گوش کنم و امرش باید اطاعت کنم. آخه نقابت را برای تو مفهمیم که کلتکلس هست یا زاغسیا. بکش همون چولکی را سردارم این سردار ببینه باور بکنه. این سفسطه گوی رو بس کن. پری تو هم پر. سردارم در وقت درس تربیت جسمانی فقط 5 میگردم. لیکن 5 پولکی بود. پریدن در میپرم نه که سیلین بشویم. ادام شو. درس تربیت جسمانی رو منو پر. سردارم اگر بپرم بمرم پدر میکشم بخدا. من اون آدم رو دستگیر کنم بعد میدونم با تو چی کن. نیستو ینگه هلی بیمه میشاد بخدا. این روزی را بیاک مرا حمایت کن.
سردارم سردارم خدا جویت رو جنت گرداند. سردارم نابودی خودت یانگه حالی افشید. لوین یاردم ده. سردارم زنده شما رو لوین حاضر نجات بدید. یا بسم الله. اوف لوین خدا جزایت را دهد. سردارم من شما رو از پایتان قبیلم که باز نفتید، شما هم نامردی نکنید، باز سرتید. لا اله الا الله. کلتکیلاس حالا هم کلتکیلاس میگه. من زاغی سیاه. دستم را سرده. اگر سردی هم میافتی سر ندید کلاس جان. از آنی که تو مرا نجات میدید مردنم بهتر است. دستم را سرده. این آدم شما را چیکار کرد؟ خیلی ملش این مسئله شما و من چی؟ این رابین حالا هم حیله میکند. کلتکیلاس هستی آکر. دستم را سرده. سردارم فکر خودت رو نکن، از ما رو بکن. آخر ما وسیله نقشای زیاد داریم. اکای زاغی سیاه بردارش. چشم دهانت را پوش. خب کنه ده. حاضر وقت گپ زدن است. فکرهایم رو پراکنده کرده. نجوم که سرت رو پاره میکنم. تو همه قدر آدمگری داری کرنمک. سردارم چیکار میکنید؟ این مردک حیاتی ما رو نجات داد. دمت رو گیر. این مسئله من است. زود نقابت رو کش. باز یکم کار دیگر نکنی که زود کش. نجوم بر سردارتون رو میپرونم. چی ایستاده؟ پرانه دورا پرانه. پرانه نیستید، نه پرانه. سردارم رو میکشد. میرزاوطن سلاحات رو فرون. دمت را گیر. او را پرانه. او را نپرانه. سلاحات رو فرونه. نمیبینید عصبای سردار ویران شدن. سلاحات رو فرونه. سلاحاتون رو فرونه. نباشه سردارتون رو میپرونم. من شوخی نمیکنم. او را پرانه. چی ایستاده اید؟ رفیقان نپرانه. مرا گوش کنید. لوین فرمان ندید. کلاس کجا شد؟ شما خواتیر نشوید. من او را دستگیر میکنم. لوین تو را پاره میکنم. در جهت نیست زاغی سیاه. از جهت نجو. از دست لوین دیوانه خلاص نمیشوی. چشتا بردار. یک ده خبر. سردارم خبری خوش. زاغی سیاه را دستگیر کردیم در پشت کاروان. زاگسیون نیست. وای کلتکیلاس است. کلتکیلاس. سردارم شما اگر دروغ هم گوید حق هستید. کلتکیلاس. باز نگوریزد. من زود می آیم. چهار چشمانات رو چهار کشو. خواتیر نشید سردارم. پنجم شام میکشم. گوش کن دوستم. تو یک آدم خوب هستی. مانندی سردارت آدم بیفهم نیستی. نه بچه سخالات از سنجیده گپ زن. مالش اما تو یک آدم با فهم هستی. بیا بحث نمیکنیم. سردارت این راحت تو نمیداند. گوش کن. من با تو همه حادثه ها رو میفهمونم. پیش از با اینجا آمدن یک کس به من زنگ زده گفت که با یک کس یاردم لازم بود است. احتمال کلان است که او کلتکیلاس بود. یعنی هیچ خیلی که معلوم است او مرا بدام افتاند. من کلتکیلاس نیستم. زاغی سیاه هم. نجوم اگر یک قدم دیگر زنی تو را پاره میکنم. گوش کن. با یک شخصی که مقصدش به همه انسان ها یاردم دادن است تو او را نمیبخشی. پیشتر چه خیلی گفتی من چه خیلی آدم هستم؟ تو در اصل آدمی خوب هستی اما برای این را فهمیدن وقت در کار. نه برای این را فهمیدن وقت در کار نیست. اما بین شخصی که حیاتی تو را نجات داد حیاتش را سیاه نمیکنی برادرم. یک فکر کن. راست میگوی آخر. تو حیاتی مرا نجات دادی. من هم باید یکم فکر کنم. تو رو سر میدیم زاغی سیاه. اما یک بار دیگر از پیش من نبرا. حالا بیرم. نابود شم. زود.
برادر یک شدیم. До свидания, زاغ سیاه. کلتکیلاس کجا شد؟ سردارم کلتکیلاس گریخته، اما کمی دیگر مان. او دیگر روی گریز ندارد. دستگیر کردنی و دک کردو شد. ای احمق دیوانه ای چور چشمت، تو اینقدر گپ رو از کجا میابی ها؟ تو مگر از مادرت چپ تولد شده ای؟ احمق دیوانه گریخته رفت تا که بفهم این کلتکیلاس نیست، زاغی سیاه است. کیست نمیدانم. دیوانه وقت تو بر این دیوانه همراه ما باشد البته ما او رو از دست میدیم. سردارم در پیش بچه ها بسیار داد نزن. عیبه روید او را دستگیر کنید، زود باشه. ای دست خودش خوب نمیه و دیگرها را داد میزنه. ای بچه تو چی گفتی؟ در بیابانه نماخت. چی شد خواهر از روی نه ندیدم. اون زنده بودنم رو میدوند. او ما رو بادام افتاد نبود. با خدا بگو خواهرم رو استفاده برده ما رو بادام افتاد نبود. آف به شرفه برای این خواهرت رو استفاده برده است. مایلش خیلی دیگر انسان میبود دیگر گرد نخود باجرش رو استفاده برد. باجه نگوی شوکت، به همین هم عصبم بیرون است. قیس انگلیس بگو شوکت لیکن به هر حال میگویی خواهر از رو یافتن برادر؟ نمیدونم شوکت، باور کن نمیدونم برادر، اما برای این رو فهمیدن همه چیزم رو میدیم. همه چیزم رو. ای نفهمیدیم ده. کاش که من همه اومدم برادر. باز اونر زنده بودنی تو رو فهمیده. سوختیم برادر، سوختیم در حقیقت. نه نقاب زاغ سیاه رو پوشیده بودم، مرا نشناخت، لیکن بسیار شبهه کرد. مرا گوش کن، یک چند روز تو خودت رو نشان نده، او باز از قفوی ما میشود. گپ نیست برادر، خورد و خوراک رو بیار، از همینجا یگان جا نمیبرایم. اوه نه. زهرا چرا داد میزنی تو سیلینا؟ پشت در کجاست؟ فکر اون زاغی سیاه رو داریم؟ نه چه ها میگوی تو؟ مگر من دوستی از همه نزدیکم رو نمیشناسم. معلوم است که در باره آدم نقابدار فکر داری. بسیار معلوم است. زهرا من با تو چیکار میکنم؟ سیلین چی کار کنم آخر از خاطر برآوردن نمیتوانم. آدم ها میگویند که در بینمان راه دو برق شده است. بسیار خنده آور بود برایم. حالم را بین، به حال خنده آور گرفتار شدم. با آدمی که هیچ گاه ندیده بودمش در بینمان آنقدر پیوستگی وجود دارد که آن آدم کی باشد؟ خیر دانستی چیکار میکنی؟ خودت رو گم کرده ای به خودو. سیلی یکی در حقیقت دوستش دارم. چی؟ زهرا سفسطه نگویی چه علاقه دارد؟ شاید او رو دیگر نمیبینی. خدای توبه. زهرایم را چرا میزنی گفته است. از دوستان نخلی پرسیده است. زهرایم را گفته است. زهرایم را کی بود است؟ کی؟ تو را از کجا میشناسد؟ روز بخیر عزیزم، روز بخیر سیلی. کی است؟ من هم از تو همین را پرسیدن میخواستم. به خدا من نمیدونم زهرا، یعنی در این باره فکر نکن. ساخته هم باشه تو با داملو اویلدار میشوی. عقلت رو کار فرمان. چی کار کنم سیلین؟ این کار در دستی من نیست گفته ایستادم. خیر میلش، یکی در حقیقت عاشق شوم با یک آدمی که او رو نمیشناسم. اویلدار هم میشوم. ساخته هم باشد آخر داملو زیر شوهرم میشود. بعد چی کار میکنم؟ شوهر دارم گفته عشقم رو در دلم پنهان کنم. میلش برای بابیم پنهان میکنم، طاقت میکنم، مشکل نیست. اما بعد این بازی بسیار تر مشکل نمیشود مگر؟ ای بس از زهرا، حالم بد شده است. یعنی بعد اونی که تو به زاغی سیاه دل بستی تو بسیار تغییر یافتی. زهرا جان گوش کن، عقلت رو خوب کار فرمان. توبه زاغی سیاه بوده است. زاغی سیاه هست آخر.
ملیس دخترم امروز یگان نقشه داری؟ رفته گلها رو بینم یگان گل میخرم. آفرین دخترم آفرین. گلها رو بین، سیر و گشت کن، بعد آمده در خانه بشین مانند دختران تیاره خور. ای مادر جان خواهد چیکار کنم؟ در کوچه ها گردم؟ نه عزیزم در کوچه ها نگرد، همه وقت در خانه بشین. بعد گریه کرده میشنی در خانه موندم گفته. ای مادر ای مادر دروغ است مگر؟ گوش کن یا در خانه میمونی یا اینکه به مانند زهرا یگان دامولای ناموافق را یافته تو رو هم خانه دار میکنم دخترم. تولین بجا با دختر سر کار نگیر. سر و کار نمیگرفتم. چه خیلی آدمی ناموافق بوده است دامولازیا؟ چه خیلی موافق است پدر جان؟ یک آدمی ناموافق است. تو دعا و طلب کن که خداوند به ملیس مانند دامولا یک شوهر خوب نصیب کند. ای خدا نشان دهد. ای مادر جان چیکار میکنید؟ گوشم رو کندیده؟ گوش کنید، دیگر درباره دامولازیا یگان گپ منفی شنیدن نمیخواهم. دامولازیا شوهر شونده زهرا و داماد یگانه من است. این را قبول کنید. البته پدر جان با شما چه خیلی که معقول باشد. زهرا قسمتش را یافت، خدا نصیب کند. اگر تو به این کار دست نزنی خدا نصیب میکند. غم نخور. چی دست زنم پدر جان؟ خواسته زهرا خودش حقیقت تلخ است. امیدوارم که نکاح به خوبی انجام یابد. از این لحظه اعتباراً به آیله دار شدن زهرا و دامولازیا هیچ کس مانع شدن نمیتواند. سر عشق از سر مرگ بزرگتر است. من در چشم آنها سر این عشق را دیدم. بابا جون عزیزم دخترم اکنون این کار را دور و دراز نکنید. نمیدانم چی کار میکنید نمیکنید. این کار را زود حل کنید. اکنون خوب راست میگویید بابا جون. راست میگویید میگویید و چرا یگان کار نمیکنید؟ این را نمیفهمم. این کار دور و دراز دوام کرد. من با دامولازیا صحبت کردن میخواهم. مرا نگاه کن زهرا، یا اینکه دامولازیات را دوانده ایستاده است. نه بابا جان مگر این خیل میشود؟ چرا میدوانده است؟ من هم در اصل از دامولازیا این کارها انتظار میستم. پس چرا این خیل شده ایستاده است؟ یا که تو به او وزینی کرده ایستاده؟ نه بابا جان نه. آن زمان چرا اینقدر دیر دوام کرد؟ بابا جان در اصل زهرا بسیار میخواهد که هر چیز زودتر این خورسندی آغاز شود. لباس عروسیش رو هم تیار کرده است. خورسندی زود سر شود. بخواستن میخواهد و تیاریتان معلوم نیست. بابا جان میدونید که خودتان اول حادثه چقدر بعد را بوده شدنی من چون این حادثه ها رو خدا از پی این کارها شدیم توی فراموش شد. گپ نیست. من گپایم را گفتم. امروز من میمان خانه را خالی میکنم. اکنون با خواست خودتان آرایش میدهید. میمان خانه؟ ها؟ فکر کردم که بعد توی در آنجا زندگی میکنید. فرخ چندین سال ها ما برای مهمان خانه با او گپ زدیم. انا بینه به زهرا میدهد. تمام عزیزم حالا جای کم نیست. بعد گپ میزنیم. بعد گپ میزنیم. نمک لاباشیف گوش کن. آن زن شونده دامولازیا زهرا خانم چیکار میکند؟ کجا میرود میدانی؟ چیزی که من میدونم آرایشگری داخل خانه است. یک آفیس هم دارد. یعنی میدانی؟ اوه زرگو بچه خان شما چقدر بود کو با خارجه گریخت. یک وقتا با زهرا همکاری میکرده است. چی ها میگوی تو ها؟ این خیل باشد با زیارت خانم زهرا میرویم. شاید که یگان کاری را انجام دیم. اگر کارمون آمد کنن خیلی خوب اکا بخت و عجوی بودم شما زهرا را در سرتون میزنی؟
ای نمک، تو چی اینقدر بفهمی ها؟ یک عقلت رو کار فرمایی که برای چی او لازم است؟ ای بفهم ما از قفای کی هستیم ها؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه چه جوری سستی دارد ها؟ زهرا. پس اگر به خانم زهرا نزدیک شویم به زاغ سیاه نزدیک میشویم یا نمیشویم؟ بله درست است. آفرین پسری بفهم، آفرین. زود رفته تیاری بین، به زیارت خانم زهرا می رویم. توفلیاتو نبوشو. زود. این همیک پیش از مردن من آدم شود خوب است. حضرت در کجا میگردید؟ بخیر است آقای خلیل. فاتحه یا نیکو؟ نه داملو جان، توی سنتی است. چوچولبوریه. با توی سنتی دعوت همینش نمیرسید. من کی بود توی سنتی چی یا خدایا؟ اکنون چیکار کنم؟ هجری در اینجاست؟ نه نمیدونم داملو، چرا میپرسید؟ نه هیچ چیزی نه. هجری میبود بسیار خوب میشد. داملا خانه همون نزدیک است، مرحمت. اگر نزدیک باشد مشکلی نیست، میرویم. این رو بین، قیامت به سرم اومده. خانم زیبا، مرحمت کنید گل. مثل این گل پاک و به آلایش بودید خانم. در بوی دوخیت آب و ادا شدم عزیزی دل. سمی مثل صدبرگ یاسمن لاله باز چی؟ بمانند همان گل‌های میباشی که در درون خانه، در درون کتیل. راست سمی؟ هیچ عوض نشده ای؟ تو هم همین خیلی دختر. ناگهان تو از کجا بر اومدی؟ ای وای، بابایم بیمار است، برای همین اومدی؟ بله شنیدم و دویده آمدم، دلم ناراحت شد. بیا رفتیم به خانه داریم. بیا رفتیم. عزیزم دستت درد نمی ارزد با اشتیایتون. اوف سلیم، بابایم در مسئله توی جدی است. در حقیقت این رو فهمیده گیر زورو جون. تو این خیل شدنش رو میدونستی. این رو فراموش نکن که با داملوزیو برای فاتحه ساختن برای ازدواج ساخته مصلحت کرده بودی. میدونم سلین جان، فراموش نکردم. فاتحه و نکاح گفته فکر کردم که اصل این مشکل میبریم. اوف دلم از همه این بازی ها ایسا ایسا مونده شده است. زورو جان اگر خواهی از این کار دست کشیم چی میگوی تو؟ سفسته نگوی سلین، اومدی گپ رو گفتم. هیچ گپ نه. بعد از زیده شدنم این کارها بسیار هم مشکل شده است. شریکی ها با چقدر هم از بین رفت. باید به خودمان یکم شریک نو جستجو کنیم. راست میگوی زورو، هرچی زودتر باید به این کار دست زنیم. اما که اکرم چون شنیدم که بیمار شده اید زود به زیارت شما اومدم. در این دنیا بغیر از شما هیچ کس ندارم آخر. اما که اکرم سلامت باش پسرم، سلامت. مرا خرسند کردید. چرا به من خبر ندادید؟ سمی جان شکر خدا همه چیزای لازمه رو برای پدرم کردیم. یعنی بعد تو زنگ زده تو را غمگین کردن نخواسته. ای سمی جان اونقدر کاربارت رو پرتوفته چرا به اینجا آمدی؟ یعنی این چی خیل گپ؟ وقتی که اما که اکرم بیمار است من در اونجا چی خیلیستم؟
در این دنیا یگانه پشتیبانی من کیست که نگوید از برای خدا؟ من حس کردم اماک اکرم، من شما رو یک چند مرتبه در خوابم دیدم. میخیل نکن مرا هم میگریانی، نکن. با من دهید. تشکر زیاد. گیرید اماک جون، گیرید. آفرین، چخیل پسری با احترام، با وقار است ها؟ تشکر. سلامت باشید. کنی گبزن تا این وقت چیکار کردی؟ وقت زیاد شد که زنگ زده از حالم نپرسیدی. به خدا که راست میگوید، راست است، مرا ببخشید. لیکن شما مرا میدانید وقتی که گپ درباره کار میرود نمیدانم مگر من هم زمان شیفته کار بودم. باور کنید اما وقت شما در یادم بودید. سمی جان تو کی اومدی؟ چقدر شد که تو در اینجایی؟ من همین سحر اومدم و دوان به زیارت اماک اکرمم اومدم. بسیار منت دارم، تشکر زیاد. حتی فرصت نیفتم که لباسوام رو در مهمانخانه بذارم. چه مهمانخانه؟ تو اینجا میایی و من تو رو به مهمانخانه روان میکردم ها؟ این نمیشود. نه رحمت، در حقیقت در اینجا یک چند روز با ما میمانی، مهمانخانه نمیشود. در اینجا میمانی، تمام. آخر اینجا هم خانه توست. نه رحمتی کلان اماک. سمی جان، در اینجا یک خانه کلان موندگی. مهمانخانه رو چیکار میکنی؟ و تو رو هم یاد کردیم. همین خیلی نیمیلیس؟ بله یاد کردیم. تشکر زیاد. من نمیخوام که به شما وزینی بیارم. من پیشکی در مهمانخانه جای گرفتم. ای چه وزینی پسرم؟ یک خانه کلان با هم امام بسی میکند، با مهمانخانه نمیروی پسرم. تمام. آخر باز میگویم شنیدن نمیخوام. تو در اینجا مهمانی رد نکن. تمام. من چه خیلی شما رو رد کنم اماک؟ تشکر زیاد. در حقیقت بعد سالهای طولانی شما باز به من مهربانی کردید. من هم وعده میدیم که تو صحت شدنی اماک اکرم به هیچ کجا نمیره. حلالت بود. پرنسس در کجاست؟ زهرا رو میپرسی؟ هیچ نپرسم جان. با سرمون چی فلوکت ها آمد. زهرا را فاتحه کردیم. با کی؟ با آدمی بیگانه نفتیم، با دامولای محله. با دامولای محله؟ این خیلی کدام دامولو؟ دامولای مسجد. شوخی میکنید ها؟ نه شاید دو درست فهمیدید. زهرا رو میپرسم. ها درست، مادرم هم همین رو میگوید. ما هم نمیدونیم گریه کنیم خنده کنیم. چخل شدن این کار رو نفهمیدیم. اماک اکرم اینها چی میگوید؟ سمی از تو یک چیز میپرسم. و تو بیمار بودنی مرا کی گفت؟ چی گفته بود؟ زهرا بود دامولای مسجد. من نفهمیدم. بس بسیار عجیب. عجیب. این چی خیلی میشه دامولای ما؟ این آدم رو بینم. این دامولا جا این همی جای همه محله می آید. دو دیگاش زدید. خوش باشید. براحت باشید. در این وقت مگر توی سنتی می شود. وقتی درس توی سنتی در وقتی تعطیل می شود. با درس نرفتن گناه است. کودکای محله ما چون تیز دراز می شود گفتیم به همین سبکی دستشان حلال کنیم. چرا این خطر سررسی ماید؟ کلان کشید میبریم. سر میکنه دامولا. چرا؟ دعاخانی را. هجری کجاست؟ نمیدونم. من یک کودکان را بینم با آنها صحبت کنم بعد دعاخانی میکنیم. مرحمت دامولا. مرحمت. السلام علیکم. سلام سرانم. مرا با کودکان تنها میگذاشتید. معلوم این کار مشکل است. از آنها کمی ترس را گم کنم. شما با بیرون برایید. مایل است دامولا. سر میکنم. دامولا آمد. چطورمان را میبرم. بسیار درد میکند. چطور ما را یکون بار میبرم. کجا میدانه؟ اوف من میترسم کاش که دختر میشودم. گویم نگریزیم. با کجا میگریزیم؟ یکم جای گریز نیست. راست میگید پسرانم. شما را احاطه کردن میترسید. البته که میترسید. وقتی که در خوردی مرا هم بریدن بسیار ترسیده بودم. باز بسیار درد میکند. بعد از سنتی شدن شلوار میپوشی. همه دخترها با تو میخندن.
میخنده. البته کسی جانش رو دوست می‌دارد گریزد به شاه. من حالا هم دردش را فراموش نکردم. بعضی وقت با یادم اگر بیاید از جایم پریده میخیزم. داملا اشمورم بریدم. بچه ها چی حالا هم ایستاده اید؟ من به جای شما میبودم 1 دقیقه نمی ایستادم. زود از اینجا گریزید. گوش کنید، باز نگوید که من گفتم. ایلش کنی گریزید. این به ناموس ها رو بین بگفتی من هم اینها از اینجا گریختنی بودم. گم شوید. با کودکان گفت زدم. صاحب توی شمایی؟ منم. خواطر نشوید، کمی ترسیده شده بودند اما گفت زدم خط کردند. حاضر مانند پیشینه دردناک نیست، یعنی تیپ پیشرفته است. یعنی خوبند، یعنی تیارند. داملا مرحمت یک دعا میخونده. ها دعا خونه هجری در اینجا نیست مگر؟ اینه داملا. نه اکنون کودکو گریختن. خدا تا بچه ها چخیل گریختن؟ آنها چخیل گریختن؟ بچه ها در کجا است شما؟ یا خدایا در کجا باشم؟ استاد هجری تو در کجا میگردی؟ استاد یک سوال چند روشید که در دلم است. استاد بسیار میخوام که اون سوال را شما پرسم. یک لحظه ایستا من به تو سوال دارم. مرحمت پرسه. تو دعا خوانده میتوانی؟ بله استاد. گوش کن، در کجا میگردی؟ انا بین از پیش تو بچه ها گریختن. راه درون خانه رو برای دعا خانه تیار کن. مایلش این بچه ها گریختن. من یک بینم کنی خواطر شدم. ثواب این کودکان را میگیری. راه استاد شما پروا نکنید، حال میکنید. بچه ها هجری چوکد است؟ هیچ چیز وقتی سود خوندم. کودکو گرفتن بخی بکشم. بله شما گفتن گردکش در استاد مرا گفت که دعا خونه من دعا میخوام. مرحمت. خانم زورو به نزدتون یک مهمون آمده است. کی بوده است؟ نمیدونم، میخواهد با شما همکاری کند. گوی درویت. مایلش مرحمت. تشکری زیاد. شما با کدوم روی به اینجا می آیده؟ خانم زهرا، شما شخصانی که برای کار به نزدتان میآیند همین خیل پیشواز میگیرید. این خیل نمیشود؟ با شما واخوری درباره کار؟ در حال اینجا رو ترک کنید، در حال. خانم زهرا، من تنها برای کار به اینجا آمدم و هم در این کار به حیثیت دادن نشوید عزیزم. آیا شما چه گفتنتان رو میدانید؟ شخصی که مرا دزدیده است با شما کار کرده است. حالا باشد مانند آنی که هیچ چیز نشده است با من میخواهید که درباره کار گپ زنید. شما راست میگوید، کمی نافهمی سر زد. چنگیز گرچند آدمی من باشد لیکن از روی قانون جزایش رو گرفته به حبس رفتید. من حالا رفته به سری وی پراندن نمیتوانم. آخر راستی به شما دیگر باور ندارم. وقتی عذر پرسیدنتان هم تهدید کرده ایستادید. توبه یا خدا. من شخصی که به فاتح شده داملا زیا بر این انسان محترم را تهدید میکند زندگیش را برباد میدیم. البته برای همین به داملا زیا در بین محله سلاح دراز کردید. این خیل نکنید خانم زهرا. من بعضی مشکلی ها دارم، یعنی کمی ناراحتم. میدانید من برای آن کار عذر پرسیدم. ما با داملا زیا یگان مشکلی نداریم. اون مرا حرمت میکند، من هم او را، و هم این همکاری ما خواه و ناخواه این خصومت را از بین میبرد. من فقط برای همین آمدم. در بین من و شما چگونه همکاری شده میتواند؟ شما معمار هستید خانم زهرا. من باشم باید یکچند انشاءات بنیاد کنم و هم با همسری داملا زیا همکاری کردن برای من افتخار است. اما من با شما همکاری کردن نمیخواهم. نفهمیدم، ببخشید. این خیل باشد من با شما همکاری کردن نمیخواهم.
آخر آن گپتان همین. از شما خواهش میکنم که این را یک بار دیگر فکر کنید لطفاً. خواهش میکنم. این دیوانه است. چی است؟ اکا چی شد؟ آنقدر خوب نگذشت. آخر دختر را دزدیدیم کو. گپ نمیشود، لیکن من حل میکنم. ما این کارا نمیپرتایم اگر گوش کن، اگر نشود من پیشکی میگویم که یگانه شخصی گناهکار آن داملوزیا میباشد. رفته او را سرزنش کن مرانه. روسیا مگر داملا را جنگ میکنند ها؟ تو چه خیل آدم هستی؟ داملوزیا با تو چی کار کرده است که این قدر به او چسبیده ای؟ اکا گوش کن، داملوزیا بسیار آدم هیله‌کار است. باز نگوی که نگفتی. اگر بار دیگر در باره داملوزیا یگان چیز گویی بی زبان میشوی. مکه بسیار مانند است. با کی مانند است؟ با عشق اولینم بسیار مانند است. کینای این دیسکی سر شیده که تقدیر مرا با آن دوره میبرد نمیک. تقدیر؟ کدام دوره؟ این چی کار است؟ صحیفه عشق آخر ندارد. نمیک کسی که با من خیانت میکند با اون نشان میدم. در جایم ایستاده نمیتوانم. او دیوانه تیار است. تو کی هستی که با من کار پیشنهاد میکنی ها؟ این چی بی حرمتی است سلین ها؟ زورا جان بگو چی گفت آخر؟ میدونی چی میگوید او؟ این از روی احترام و حرمتی داملوزیا بوده است. این مگر ممکن است ها؟ عزیزم چرا عصبی میشوی؟ قبول نکردی که فراموش کن. من رود راحت باش. من به بیروگی و عصبی میشوم. بابایم زنگ میزند. آخر این چه خیل میشود؟ لبای بابا جان؟ زهرا حالا کارهای دارد را پرداخته؟ سیلین را هم گرفته؟ در حال به خانه می آید. به تو یک سورپریز دارم. بابا جان راستی شما مرا خواطر میکنید؟ سورپریز گفته نمی شود. آمدی خودت میبینی. میلش خیر بابا جان میایم. تمام بابا جان. میلش بای. چی شد؟ در خانه یک سورپریز داشته است. یا خدا چه خیلی سورپریز؟ نمیدونم. لیکن بابایم سورپریز که گوید انیق سورپریزی هست. میدونی آخرون سورپریز گفتنش رسمی مادرم رو آورده بود. خدا جان چی باشد؟ چه خیلی سورپریز باشد؟ روین میبینیم با چشمانمون که سورپریز چیست. در اصل شما یک کس شده میتوانید. گپ زنید، شرم ندارید. گپ نمیزنید؟ من میدونم چه خیلی شما را به گپ درارم. شما را نابود میسازم. جواب دهید احمقا. جواب دهید. او نه چی کار میکنی به خدای؟ بله بینتی دیوانم شدم ها؟ نه حالم خوب نیست. هیچ خوب نیستم. این دیوانه سهر نامد. چرا خواطر شوم که از پیکار خودت شو. پسر از خفای کاری خودت شو.
شیف ممکنه؟ باز آواز لوند رو شنیدم. نه حالم خوب نیست. ای خدا این درد از من سردارم. دیوانه تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا به آواز میداره چارچشمه؟ سردارم چی خیلی به آواز؟ من آوازو دا بودم کن. سردارم جین دارین خود به خود گپ میزنه؟ کی خود به خودش گپ میزند؟ سردارم شما ما رو خودتون نفهمید، لیکن پیش اگه دنبالا رفته خودتون رو دعا خونید. اگر با دوست کم و نظر افکنیم فکر شما حالا هم در باره زوغیسیا و کلتکیلس است. فکر میکنید که آنها یک آدم هستند، لیکن خواطر نشوید، من در این باره به شما کمک میکنم. اگر ما به نوشته های شما نظر کنیم از این بر میآید که سردار زوغیسیا و کلتکیلس جوره های جانی هستند. بله همین طور است. خلاص گپ این که اکای کلتکیلس زوغیسیا رو با آنجا برای حل کردن کارش فرستاد. چی یعنی تو همچون یک پلیس در رفت قانع شدی؟ با خدا آفرین. کلتکیلس این آدم را به اینجا چی خیل فرستاد هیچ نپرس. اما در اینجا سردارم در تگی دیگچه است. شوکت رو فراموش کردید سردارم؟ خوش چرا؟ چون که شوکت یگانه دوست جانی کلتکیلس است. میگوید که دوست آن باشد که را دستی داشت. نمیره خودت میتونی سفسطه نگوی لوین. سردارم با فکر من زوغیسیا رو هم شوکت یافت. شوکت فکر نمیکنم. سردارم به خاطر اثبات کردن این کار از شما خواهش میکنم اجازه ده شوکت رو تعقیب کن. مایلش لوین تعقیب کن، اما احتیاط نما که خودت رو به او معلوم نکنی. گوش کن، حالا نمیداند که کلتکیلس رو جستجو دارم. اگر فهمد از من جدا میشه. خاطر نشه سردارم، در این باره سر میدیم و سیر نمیدیم. عزیزم تو خولی؟ البته عزیزم، خوش آمدی. خوش باشید. سازی لوین؟ خوبم یگه، شما خوب هستید. من یک بیرون برم. شما در اینجا چی کاری که میکنید توکل بر خدا. جونکم مرحمت شین. بخیر است عزیزم؟ بخرید کنی بر اومدی؟ نه، با نزد دکتر باید رویم گفتم. عزیزم تو این وقت همه طبابت رو سنجیدیم. حامله دار نمیشه، بسیار غمگین میشه. نه، این دیگر طبابت تماما اصول دیگر است. نپنم از اینترنت هم کافت و کاپ کردم. بسیاری اویله ها توصیه میدهند. مایلش، لیکن با یک شرط به من وعده ده. اگر حامله دار نشوی غمگین نمیشه. مایلش عزیزم، وعده میدهم. من تیارم. نباشد رفته. همسری عزیزم. جانکم بیا رفتی. زورا جون چقدر که به خونه نزدیک میشویم هیجانم زیاد میشود. قریب رسیدیم، کمی دیگر من صبر کن. عجب و سورپرایز چی باشد؟ به خدا من هم بسیار در هیجان هستم سلیم. خیر میبینی؟ میبینی؟ دگونه جون من. خوب که تو هستی در پهلوی. خوب است که تو هستی در پهلوی من. جونکم این چه خیل طبابت من هیچ نمیفهمم. آنالیز داده بر آمده. تمام آخر از روی تحلیل ها چه خیل طبابت کردنشون رو قرار میدهند. نتیجهش کی می بر آمده است؟ در دوام 2-3 روز می باید گفتم. مایلش میبینیم جونم. هیونال ما هم صاحب کودک میشویم. جانم مرا به خانه بابایم میبری؟ سمی اومده است. او را یک بینم. سمی؟ امان پسری که در توی ما مست شده با زهرا تکلیف خانه‌داری کرده بود. بله، چقدر ناجا بود. اوف. در حقیقت بسیار ناجا رفتار کرده بود. خوب در آن توی داماد من بوده. لیکن پسری خوب است. من او را نقص میبینم. او در وقتی مکتبی هم با زهرا دل بسته بود. نه لیکن با یک دیگر موافق بودند. حاله زهرا حالا با دیگر کس در فوتی است. ها البته که این خیلو کاش کمی بر وقتتر می اومد. گرچنده که دیر نمانده است حالا هم نکاح نکردند آنها. حاله
شوخر جانم پسری میدونستگی و میشناختگی همون چه خوب میشد. میگویم فقط علاوه بر این هنگام شناسانیدن راحت میکردیم. آیا میدانی؟ حالا مانند طولین گپ میزنی. من مانند طولین گپ زدم. سرت کار نمیکند اونم. سرت کار نمیکند. اگر این کاری ما رو بیند خبر کشی میکند. انیق کار نمیکند. مادر چیکار میکنید؟ چرا این لباس رو برآورده؟ بگو در وقت شام این رو میپوشم. لباسی پوشیدن چه دارد؟ یعنی این هم زیبا و از کجا دانم لباس نبود تازه، لیکن این رو بین یعنی بسیار خوب در چشم توپد. مادر این لباس زیبا رو در خونه چیکار میکنم؟ با بیرون نمیبرایم کو؟ با آینه نظر کن. چی رو میبینی؟ خودم رو. لیکن من تو رو نمیبینم. تو این نیستی، یعنی نور چشمانت گم شدند، رنگی رویت پریده است. راست میگوید؟ در حقیقت ملیس جان تو این نیستی. بسیار تغییر یافتی، خودت رو از دست دادی. یک کمک مکیاژ کن، خودت رو آرام و تارو دی. این لباس رو پوش. همه من داریم، خودمان تنها نیستی. راست میگوید؟ البته دخترم. خیر میلش نباشد. با این لباس لب سرخونکی سرخ کنم یا اینکه گلابی؟ سرخ. جاذبه دار شو. زیباگیت رو آشکار نمو. هیچ کس چشمش رو کنده نتواند، خصوصا سمی. اما سمی در مکتب با من اونقدر خوب نظر نمیکرد. زهرا رو ناز میدید. اون دوره گذشته رفت. یعنی زهرا علاقه فاتحه شده است. باز سمی در اون دوره کودک بود. حالا باشد آدمی برکمال. ذوق‌هایش هم تغییر یافتند. همین خیل؟ البته همین خیل. گوش کن، خودت رو خوب آراده میلش. لباست رو هم پوش، بعد میبینی سمی چشمانش رو از تو کنده نمیده. میلش زود. دختران زیبا خوش آمدید. سمی سلام، خوب هستید؟ جانم این چی سرپریزی زیبا؟ سلام اپای حاله؟ جانم خوب هستی؟ در کجایی تو؟ این رو بین حتی زنگ نزده بر اومده است. این رو بینه بعد از سالهای طولانی اومده. سالها گذشته اما شما هیچ عوض نشدیده. حالا هم مانندی راهزنهای بیران کاری میکنید. چند کس رو بودید گپ زدید؟ ای سمی بسیار شوخ شده ای. مگر ما وقتی روزنی داریم؟ کمی سین سالمون رفت. نه امانده اگر کمی ساله که شما رفته باشد من رو روز به خونه پیرون سالها برم. تو هم بسیار خوب مینمایی. باز هم زیباتر شده ای. تشکری زیاد. زیباتر شده است تو؟ کمی بی‌وفا شده است. قریب چند سال می شود که زنگ نزده است. این را بینا گویا که تو زنگ زده پرسیدی. خوبیا که یادت کردم. ایناش باز کیست؟ من رو یک طرف گذارید. در اصل از تو چی خبره؟ فاتحه شده ای؟ زود خبر رو دادن گویا؟ این رو باید نمیگفتن مگر؟ چی خیل؟ ایش کارش رو کرد؟ باورم نمیآید. من در حیرتم. تو و دامولای مسجد چشمونم باور نمیکند. این چی خیل خبره؟ نامش رو گیر و گوشش رو کش. بیا زیا جان با دوستم شناس کنم تو رو. سمی شفر شونده هم زیا. ممنون. من هم زیا جان لبای جانم باز به نماز دیر نمونی. بعدن آمده خوبتر با این کس شناس میشوی. بله ما بعداً بخورده شناس میشم. خداحافظ. تا بازدید جانم.
زهرا لبای با این دختر نگر حالا هم خراب است. در روزی قوق سمی شوخی نکن. توبه لیکن در دهانی در استادیم بیایید در اومده یگان چیزی گرم خوریم و گرم شویم. شوخی ها رو بینیده هممون رو سرمون میزنن. دامولا صحبت کنیم این چه خیر شد که شد. زورو جون او در مکتب بسیار هم زیبا بود. حالا باشد گویا تغییر یافته است. عوض شده است. خدا به خواستش نصیب کنه سیرین جون. اون وقت تو با او بسیار مشغول بودی. بعضا یک جای هم میگشتید. سرستا نگوی سیرین جون چه خیلی میگشتیم. تنها یک برگه قهوه نوشیدیم و تمام اون وقت هم کودک بودیم. بیا به خانه دراییم. رفتیم. خدایا این دختر در حقیقت مرا دیوانه میکند. تو فاتحه شده ای خیر، مگر فاتحه شده دیگر مرد رو این خیلی آغوش میکند. ای خدایا آخر خیشش باشه. وقتی گپ زدن مرا شناس نکرد. خیش همه تقویش باشد میلش، لیکن این خیلی نیست آخر. چی شدن؟ سرم ویران شد. در راه خود با خود گپ زده ایستادم. رفتیم. زود رفتم در کار که با نماز دیر میمونم. استپنه را بینه یا قوازی کلان شکاف میکنه. ای طرف میزن ای طرف میبره. خو طرفش ما دیگین خطای. لوند بسم الله الرحمن الرحیم. لبای سردار از تعقیبات کارهای شفقت دیگون چیز برام سردارم خواطر نشوید. من از خفای آن کار هستم. خدا خواهد نصیب در روزهای نزدیک یگان معلومات پیدا میکنم. باید تیزتر کار کنیم لوند. باید تیزتر کار کنیم. سردارم خیلی چی کار کردیستی؟ با زاغ سیاه روبرو شدم اما او رو از دست دادم. سردارم چی گفتن تو رو میدونید؟ یکم بار شما زاغ سیاه گفتید. خیر گفتم بچه. آخر شما فقط کلتکلس میگفتید. کلتکلس یکم بار زاغ سیاه گفتید. و فکرم شما هم فهمیدید که آنها آدمانی گوناگونن ها؟ همه چیز شدنش ممکن. از کلتکلس همه چیز رو انتظار شدن ممکن. مردنش هم ممکن، زنده بودنش هم. لیکن هم مرده و هم زنده بودن نمیتواند ها سردار؟ چه علاقه داره ده بچه؟ یعنی یک چیز در یک وقت دو چیزی گوناگون شده نمیتواند میگویم. یعنی اشین که یک اشیا کلتکلس است یا که زوغ سیاس میگویم. چه علاقه دارد؟ مگر هر دوش یک کس است. مرا دیوانه نکن. خیلی سردارم من هم همین رو میگویم. چه علاقه دارد؟ من رفته از قفای کاری شفقت شوم شاید یگان چیز به دست میارم. مالش دقت کن ولی خودت رو معلوم نکن. خواطر نشوید سردارم. در روی برای شما لوینت است. یک پاریسی پروفسیونال. وقتی که من کار میکنم از دهنی بعضی سردار آب میریزد. فخر کردن رو بین. سرت بانکیت من. ای بفهم بیعق. قادر چنان پرنده میزنم که همه جا پر از تمن میشود. سردارم دویم گپی بلند پس میزنی. یک بار اگه گپی خوب بزنی که ما حواسمند شویم. این گپات از روی آدمگری نیست. اکیونا زود از پس کارت شو. زود. خیلی بیست میبینید. ای خدا کارمان به این دیوانه افتید. همش از پس تو از کلتکلس از پس تو. دامولو لبای سلام لطفاً مرا خطا نفهمید. من جوگی نیستم دامولو. استغفرالله بجون. لیکن کودکانم را در خانه محکم کرده اومدم. در خانه هم یگان خوراک نمانده از دامولو. چاره ای ندارم. بسیار شرم میکنم از گفتن این اما التماس به من کمک رسانید. التماس. مایل شپا جون شما کمی انتظار شوید من میایم. بله جماعت گرامی امروزتان خوب شدنش ممکن اما پگاه چی می شود نمیدونیم. برای همین دلمون رو کشاد گرفته خصیصی نکرده کمک رسانیم. فراموش نکنید که گندم کاری گندم جو کاری جو می دروی. هجری از آن همه که اینکدار هم گیر. مایلش است داملا ما دی ندادم. اما یک بار دادم گفته دویم بار نمیدی. آخر مجبوری نیست. دلت چقدره که خواهدم قدر برآورده ده. همین تر نرفت کن. داملا مجبوری نیست میگویی بود. بله استاد کیسه همه که خلیل را هم کمم. نه لازم نیست هجری همینش کفایه است. بله جماعت من این کمک رو به صاحبش رسونم بعد آماده نمازمون رو میگذاریم. خدا از شما راضی باشد داملای خیر خواه. رحمت که کاری خیر کرده. حلالش باد به خدا حلالش باد. مرحمت ابا جون عین حال اینقدر. تشکری زیاد داملا. خدا از شما راضی باشه. اگر دفعه دیگر باز بیای
با این حالتون یگون چورا میاندیش؟ مایلش داملا خدا شما راضی باشد. از شما هم. آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته‌های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخه همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفته که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما بیرون نکن. بپرس شاعره چی تو؟ دست حقزنی ملیسه رو بین یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدور زده دیدم که با آتلا زور بشه. سرما بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغات. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغ سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با اون خانه رفت؟ آها، در آخر اشاره یافتم. چوکر نیستی؟ سردارم بینید زاغ سیاه رو دستید کردم. بینید با شما زاغ سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یکم دلیل داری؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه با خدا دیگه سیاهتر شنه یافتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس بطای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. یکان سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جهت نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگرد. رفته در خونه‌تون خواب. اولالا ماما میا. این در خونه بیا. خونه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. اولالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاقته. خوراک های ما رو بسیار یاد کردی ها؟ در آنجا هم همین خیل خوراک ها هست اما مانند اینجا نه. حتی اینجا بوی پامیدور دیگر است. سمی از همه بسیارتر به فکر موشی پلاو رو یاد کردی ها؟ بله راست میگی. بسیار هم پزمان شدم. همین آدم نمیرسید. از آمادهش مرا ناوران ساخته است. پنیر. درباره پنیر در بین شما چی چیز هست که ما نمیدانیم؟ بله من هم نمیدونم. زورا فهمون. ای نفهمون. بیا در این باره هم نزنیم. البته که میفهمونم. ما در وقتی مکتب خونی بعضا با پنیر خوریم میرفتیم. سمی اون وقت از پنیر نفرت داشت. ما با سیلین میخوردیم و سمی نگاه میکرد. این چی خوراک است که شما میخورید؟ بله با من مطلوب نیست. طاقت خوردن اون رو ندارم. حتی یگون کس در نزد من خورد با این هم طاقت ندارم. ای بیامون اینا من در روی برویت خورده ایستادم کو. تو در اصل تیز رو دوست می داشتی خوردن نمیتوانستی ای رو قبول کن. خیر میلش ما باشیم با سلین شرط کردیم که کسی که به سمی پنیر خوراند خونه رو تازه نمی کند. شما بلوچه خیر کنی دوام ده. این کو از خفای من یک مو کوشش میکردن که پنیر خورانند. میدویدیم آخر تو پنیر نمیخوردی که بعد به سری من یک فکری عالی جناب اومد. با فروشنده مکتبمون گپ زنم کردم که هر روز در داخل گامبرگر سمی یک پرچه پنیر میگذاشت. بعد چی شد؟ یک نونی کلان رو گرفته بعد فرو برده ایستاده بود که یک نظر کرد و مزه‌اش رو فهمیده باز
یک گازه‌دیگر گرفت و گفت که دخترها این مزهش به پنیر مانند است. صبح سرخ شد و داد زد. آی دلم سوخت. دیلت نسوزد. خیر به همین خاطر شرط را بریده وظیفه خانگی را سلیم کرده. تو بالا چه باش؟ اینه همین خیر شده پجان. بس است. بعد تمام روز همون خل صبح سرخ گشت. ای مگر به همین بچه خل کار کردن راست میاد؟ شیرینکی منو جونی مجونی. خانم عیب است و خیر عیب میدونید این آدم را یگان کار کردن لازم. زهرا تو با من نگفتی سمی اساسا با شما چی میشود؟ زهرا تو مگر سمی را با داماد شناس نکردی؟ البته شناس کردم بابا جان، اما زیا باید به مسجد می رفتن، از همین سبب وقت صحبت کردن نداشتن. من یک دوست بی نهایت عزیز با نام الفت شاه داشتم. خداوند رحمتش کند. آمین. آمین. الفت شاه بسیار بر وقت از دنیا گذشت. وقتی که سمی بسیار خرد بود او از این دنیا رحلت کرد. از همون دوست عزیزم سمی برای یک کودک ماندنش برای من یگانه تسلی شد. از اون روز این طرف در زیر دستی من است. اماک اکرم مانند هر دفعه بسیار خاکسارانه رفتار کرد. بعد پدرم را از دست دادم، با من صاحبی کرد، به وایه رسوند. خانم مرا حقش در بالایم بزرگ است. اگر امروز من در یگان جا باشم از خاطر اماک اکرم است. حقت رو چی خیل می سپارم. یعنی یگان رشته خویشاوندی هم نداشت؟ تو به همون همه وقت در داخل عائله ما بودی. سلامت باشید. خیر اکنون با من اجازت جنابان. معلوم به کجا دوملا؟ با مسجد جناب، نماز است. خدا قبول گرداند. خوش آمده دوملا. سلامت باشید جناب. آمین. یک بار دیگر تشکر. من تو را گسیل کدم جان؟ نه لطفا تو با مهمان یک جایه باش. معلش. شب خوش. تا بازید. شب خوش عزیزم. شب خوش جانم. به من هم اجازت. وقتی داروخوری هم آمد باز کمی استراحت میکنم. براحت باشید. اشتهای تمام. شب بخیر پدر. شب خوش. در یک روز چند بار با مسجد می رود؟ 5 بار. هر روز؟ یک روز یک شنبه. هر روز. خیر چی؟ امشب با یگان جو تماشا رویم ما؟ فکری اولی جناب. از شهر کمی دور شدیم، بعضی جایها رو فراموش کردیم و مانند دوره‌های گذشته وقتی خوش میگذرونیم. حالا جوانت برآمده استراحت کنید، تماشا کنید، مانند ما در خانه میشینید. البته سمی جان، حالا تو جوانی، زن نداری، رفته استراحت کردن که اگر مثل من زنگیری از استراحت میمونی. به جایی های اولی جناب کشوده شده است. بعد از رفتن تو این شهر بسیار تغییر. اگر پگاه شب تماشا برایم چی می شود؟ تو مانده شدی، من هم کمی خواب دارم، بر وقت باید بیدار شود. یعنی بازی رو ویران میکنیم؟ ای سمی جان، شاید این کار به دامولای زهرا پیسان ناید. تو هم التماس زهرا رو بفهم در این حالت. چرا پیسان ناید؟ این چه علاقه دارد ینگه؟ زیاد به این خیل کارها دخالت نمی کند. زهرا جان، من خوبی تو رو فکر کرده این خیل میگویم. آدم در نتیجه دومولو است. یک نمیگوید، دو نمیگوید، در سیومش انگشترین رو برویت میپرتاید. اینقدر هم نه. نفهمیدم چرا انگشترین رو برویم پرتاید؟ چه علاقه دارد؟ مادر چرا این خیل میگویی؟ دومولو زیو اینقدر انسانی دلسنگ نیست؟ یعنی اما تو هم از دومولو اجازت میگرفتی؟ یعنی با تو رو جنگ نکند که با این خیل جایی ها رفتی؟ با خدا جنگ کردنش ممکن، یعنی در نتیجه این خیل کارها انقدر با او پیسه نیست. تا کجا خاموش میسته داخل. هر کس آخر تا جای صبر میکند، یعنی کاسه صبرش لبریز میشود. این زندگی شخصی من است. به هیچ کس علاقه ندارد ینگه جان. مایلش سمی جان، پس میرویم. من یک بار سلین رو هم دعوت میکنم. عالی جناب. سلام آقای پلیس، از اکم یکم خبر آوردید؟ اکاتون درباره اکاتون متاسفانه یگان خبر به ما نرسیده است. من در این جاها خانه کفته ایستادم، از شما یک پرسم گفتم. تمام، در خاطر میگیرم. یگان خبر اگر شد به ما خبر رسانید. این تر باشه یک لیموچه دم کنید، من اینجا میشینم. دل بسی خیر.
نمیدانم چی کار کنم دلم زیخه. مایلش این رو میبینم. رحمت باز بیایید. استاد پیش از برآمدن یک سوال پرسم. هجری جان سراسیمم. استاد پاتینکای مرا دزدیدن. گوش کن هجری. چی؟ پاتینکات رو؟ استاد پاتینکا هم نیست. هجری نخود در خونه خدا پاتینکات رو دزدن. اما نمیدونم استاد. آغاز به این مدد کن یکم پاتینکایی و بعد گنجو باز خنک نخورد. هجری جان کمی دقت کردن در کار. عذر میپرسم استاد مرا ببخشید. پاتینکات کجا شدن اکه هجری؟ نمیدونم در همین جا مونده بودم. اون طرف رو بینیم. خدا از کسی که پاتینکاهای هجری رو دزدیده است راضی باشد. از یک سوال خلاص شده. استاد استاد انتظار شوید. سوال پرسیدنی بودم رفته دوستاد. یا خدایا هجری مگر من میگریزم پگاه میپرسی سوالت رو پایلوش میدوی. سوالت بسیار مهم است. استاد روزی گذشته گفتم که سوال نپرسم به خدا تو سر خوابم نبود بسیار خواطر شدم. بپرسه. استاد جلوی تقدیر سوالی که از شما میپرسیدم به سرم اومد. پاتینکام رو دزدیدن. استاد کسی از مسجد پاتینکا دزدد دوزخی است؟ نه هجری تو عجایب انسانی. نویس اگر شرایط آن شخص مظلوم باشد احتیاج داشته باشد یگان گناه نیست. اگر شرایطش خوب باشد این بسیار گناه وزنین است. او باید که در روی لای 1 ساعت راه گردد. در روی لای راه میگردد؟ تیز از اینجا رو خنکت میزند بیمار بشوی. من رفته یک بار دیگر کوبم پاتینکام رو استاد. خداوند این مشکل رو بسر هیچ کس نورد استاد. رو خدا روزی باشد استاد. سلامت باش. این پسر شوخی میکند یا گپی حق میزند با خدا که نفهمیدم. نمک باشه. بسیار غمگینم نمک. میبرایم. کجا میرویم؟ الو سلین در کجای چند ساعت شد که جستجو دارم؟ آی عذری زیاد میخواهم تلفنم رو به آواز مونده بودم و کارخانه قنادی شما آمدم دلم کمی شیرینی خواست. لیکن آفرین سلین مگر از این قدر راه دور برای شیرینی به کارگاه رفتی؟ های چی کار کنم در این محله شما شیرینی های بسیار با لذت میکنند. معقول شد؟ هرمله شکلن مرا گوش کن. ما با سمی و میلیس به مرکز دلخوشی رفته ایستادیم. بیا تو هم دلخوشی میکنی؟ مایلش عزیزم همین شیرینی ها رو گرفته میآیم. تیزتر بیا سلین جان باز دیر نکنی. مایلش زهرو جان شما را گید من لباسم رو بس کرده میآیم. مایلش خیر. تو باز دید خیر خیر. السلام خانم سلین. سیات هستید؟ خدایا چی خیلی تصادف.
چی خانم سلین؟ یگان کاری بد است؟ تو کی از من دور میشوی؟ سلین جان با این گپ لیمتی عادی رو در نظر دارد یا لیمتی پلیس رو؟ دمت رو گیر. نه من یعنی شخصی هستم که هیچ وقت از پشت وظیفه هم کتگی نمی کنم. از همین سبب من پرسیدم. از من دور شو. نامیک این همان دختر نیست؟ همان است. خانم سلینه آیا خانه تا یکو از خوزگاری آمد یا که خریدار کم است؟ دوستانه یک مصلحت لیوین جمعی سلین برابر لوباف چی فهمیدی؟ گم شو از نزدم دیوانه. شب بخیر خانم. این چرچشم اگر ناراحتت کرده باشد گپ زن برداریمش. بچه چه خیلی گپ زنی های؟ بردار نکی که می بردار سگیرم می بردارم فهمیدی برادر؟ فراموش نکی که رو پروی تو ملیته ایستاده با نام لیوینت. تو مرا تعظیم میکنی؟ ها؟ ای برادر این یک چیز نروش میگن حاضر در دستات میزنم بعد احوالت میبینم اکا با کارمند ارگان شوخی نکن. با این آهنک چه خود نمایی داری؟ آقا درست میگوید او مرا ناراحت کرده استوده است. این آهن را به دستان خودت ببند و مرا از خودت نجات بده. این سرداری مافیا از تو دیده انسانی خوبتر با معرفت تر است. خانم من سردار مافیا نیستم، صاحب کارم. لطفاً خطا نفهمید، خواهش میکنم. تو چرا گپ رو نمیفهمی ها؟ چرا از قفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمید میلش سلین مادامی که این خیل میخواه من دیگر از پشت شما نمیدوم. آتش هیچ قدر را که در دل سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پوفش کردی. روی همه یاشی خاصی ها این رودشی ها لمه قطعی عاشقی. خانم سلین دل مازی میکفه خدمت دارده میکشم. آسیاب بنابت یکی ما در نوبت نمیرسم. برای بابایم هم بسیار خوب شد آمدنی سمیه و بسیار خوشحال شد. ندانم جانکم لبای جانم زهرا به تو در باره زوغیسیا یکو چیز گفت؟ نه چرا؟ نه هم تو خواطر شدم. عجب ما هم با آنها به مرکز دلخوشی می رفتیم خیلی خوب می شد. از روز اول سمی رو هم رنجوندیم. با همراهی تو که به وقت خوشگذرانی رفتیم. عزیزم بسیار ماندم یعنی خوبشون که در خانه ایستیم. خیر نباشد من با تو یگان خوراک تیار کنم شاید گرسنه موندی. نه این شب من خوراک میپزم. تو راست میگویی؟ اوه حالا بسیار چیز میشونی خانم علی. در نبودن تو در آشخانه بسیار هم آشپزی ماهر شده. نه خود البته مخصوصا در پختن تخم بریان. امشب در منوی ما تخم بریان. خیر نباشد تیار کنم بخوریم. شوهری عزیزم شام بخیر. خوش آمدی داماد. بیا شام بخیر دامولوزیا. شام بخیر. من در اصل نزد زهرا آمدم. دامولوزیا سمی عروست رو برد. برد چی معنی دارد؟ این زن چی خیلی گپ میزند؟ بخشش خانم طول نجب و آقای سمی دکتر رو کجا برد؟ پسرم بسایی رو گشت بر آمدن هیچ کجا نرفتند. به فکرم به تو گفتن رو فراموش کردن.
شاید. اگر خواهی تو هم رو زهرا بسیار خرسند می شود. خیر مایلش، من شما رو بسیار ناراحت نکنم. شبتون خوش. سپاکاین نوچ. گود بای. شبی خوش. سلامت باشید. بای. همین ریشی من هیچ نبرآمد. زهرا، تو دملازیو رو تلخ کف میکنی. کلا در اینجا پسری دانشگاه خواندگی مونده، مگر به تو نظر میکردن؟ هم پسری زیبا به حالت نگه. با من چی شده استاده است؟ حاضر دلم میکفد. الو خانم زهرا، شما در کجا میگردید؟ مایلش جونم. خیر دملا تا بازید. بای بای. دملازیو هم می آید. یک نمایشی عالی جناب. رقص ما رو انتظار نگوی. زهرا، لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. چی بوده است؟ شما یعنی تو با داملا چی شده است با ما؟ مگر بین شما یگان موافقت موجود است؟ گوش کن، خطا نفهم، تنها از خواطری هم پرسیدم. سمی جان، اگر به اطرافت با دقت نظر افکنی، در کائنات همه چیز برای پر کردن یکدیگر آفریده شده است. نفهمیدم. خیلی میفهمونم. به فکر من برای مناسبت مکمل طرفان نباید که به یکدیگر موافق باشند. چرا؟ چون که گوناگونی بایگری است. تنها با این راه یکدیگر را پر میکنند. مانند یکدیگر این مثل آهن ابو است. این سخنها را این دامولو بهتون نشان داده است؟ چی علاقه داره سمی؟ بیاید این گپا رو مانیم به درون داریم. مرحمت خانمان. اینجا با تو معقول شد؟ زیباست اما چه نیتونه؟ وای من نکن سمی. وای من نمیکنم، لباس هایت بسیار زیبا، در بین همه دیگر خیلی تو. تشکر زیاد. و خدا راستش رو بگویم وقتی که تو رو دیدم بسیار در حیرت موندم. وقتی که من رفته بودم تو مای دهک بودی. آنقدر هم نیست سمی. همین خیلی. دخترها مانندی دوره های گذشته شدن خیلی اینها رو یک طرف نگذاریم و دم میدیم. داملا هم آمد. اکنون همه پره شدیم. سیاه در اینجاییم. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام بابایشون. خوش آمدی. خوش آمدی. دخترها یکون کس دستشویی میرود؟ نه جونم. زورا بیا رقص میکنیم. خفه نشو سمی، بسیار مونده شدم. زورا روزی خورسندی همون رو دریا داری؟ رقص کرده بودیم که تمام مکتب بیرون شده بود. فهمو تو امروز خواهش نداشته ای؟ ملیس رقص میکنیم؟ البته. رفتیم. سلین رفتیم. تشکر زیاد خانم زهرا. برای چی؟ یعنی برای مسئولیتتون رو دونسته با سمی رقص نکردنتون. خواهش میکنم. او بسیار شناسی کنتون است. نفهمیدم. این سمی احمق رو وای سمی رو میگویم شناسی کنتون است. بسیار دستی کنهمان است. سمی، ملیس و ما در یک مکتب میخوندیم. پدر سمی در شرکت بابایم ادوکات بود. بر وقت وفات کرد. بعد بابایم سمی را سرپرستی میکرد. او را به خارج فرستاد. چه تمامی عائله رو دست میدارد یعنی؟ نفهمیدم. میگویم که عائله اتون نگاه بین کرده است، بسیار رفتار خوب است. این دفعه کارت مشکل است بچه. این سمی مانند چقدر ارسوس نیست. این بین رقص کنی هایش رو بین. من بتون اگر ناراحت شده باشید میتوانیم رویم. خوبم. باوری دارید؟ باوری دارم خوبم. یعنی برای من هم دیگرگونی شد. من تو یکون خطای این سمی رو نیفتم اگر راحت میکنم.
شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یاردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همسایه نسخری رفته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک درآمده یاردم تیم، یگون لالی نوشته باشه، یگون کاسه باشه یاردم کنم. اگر گویی یاردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردونم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من آدم اندک مندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهانه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی. فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. با من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسس خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. با شما هم شب خوش. سیوال، چرا با این قدر نغرمتون رفتار کردی؟ و تو چی کار؟ شما بسیار زیبا میرقصید. چرا با رقص نامده؟ با خدا امشب با فکرم آنقدر خواهش ندارم خانم فکر نکنید. با زور رقص نکردید، اقلا با من رقص کنید. ما اکنون رقصمون رو در تویمون میکنیم خانم ملیس. گپ های دوملو رو ببین. اوی زهرو، رنگی چشمم تماما ریخته است. کنی بینم؟ کمی ریخته است اما معلوم نیست. من این طبیع سودا نمیتوانم. رفتیم توزا کنم. چی؟ دستشویی میروید؟ بله عزیزم، من هم میروم. مایلش جانم روید. داملا خوب که اومدید. میگویم که در سرمون داملا بودنت خوب است. معلوم در اینجا شیطان ها بسیار. بله پیر شیطان توی. مگر من تو رو با زهر تنها میگذارم؟ سلامت باشد آقای سمی. شما هم اکنون اعضای این عائله حساب میشوید. یعنی اگر قبول کنید یکدیگرمون را آقا گفته خطاب نکنیم. اگر قبول کنید من شما را سمی گویم، شما مرا زیا گویید. یه شوخی؟ البته سمی. با انگشت زور انگشترین انداختن اینقدر آسان نیست. برای دامول و عموما تو چه حیله‌ای داری اما میبینیم. ای بچه این حریف را بین. بخنده این دیگر یک به دهانش میزدم. دامولا نترسی، شربتی میوه است. پرگپ. به خدا پرگپ است. بسیار هم شبی زیبا بود. یاد کرده بودم. خوب کردی که اومدی سمی. بیاید اکنون به خانه داریم. سمی هم مانده شد خوب میکند. چه خوب کردن. این احمد در اینجا میماند یک مشکلی دیگر. جانم اگر خواهی تو هم خوب کن. در اصل از پشیمو بیخوابی کشیدی. سحر باید بر وقت بیدار شوی. این پشه در اینجا خواب کند مرا چه خواب میبرد. زهرا کمی صحبت کنیم. البته. زیا جان، از شنا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به حد شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه من اون دستت رو گرفته. نداملو گوش میکنم. این چه خیلی ویدو. همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشود. آخر این چی رفتارد؟ هنگام رفتن دست میبردارد. داملو اویسته میشنود آخر. شنوه شنیدن گیرد. بس بوده که داخل چقدرش رفت. سمیهش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگونهیم. داملو استغفرالله. داملو استغفرالله. ایبرو نمیدونید مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله داملو. حاضر از هوش میرم. از هوش روی رفتن که اگر من تو رو دارم. آمده سمی تو رو دارد. این چی گپ خدایش؟
گوش کن خانم زهرا، 100 بار گپ زدیم. من یک دامولا هستم، تو هم فاتح شده ای من هستی. ای این خیلی رفتار با تو نمیشه. اما دامولا او دوستی نزدیکی من است. من زد کسم دوستی نزدیکی تو رو با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکنه؟ مگر من نمیدونم؟ دامولا مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمیکردیم کو؟ مناسبت نمیکردیم ها؟ یا اینکه شما با من رشک دارید؟ چی میگویی؟ چه خیل رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر، تو فاتحه شده ای من هستی. این خیل هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دستورتری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو بر رفتار باید کمی دقت کن، این خیل نمیشود. چه خیل اون سمی به شرم با تو نظر کرد، با من معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر، من مقصد جوانان رو میفهمم، میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم دامولا. آفرین. دامولا؟ لبای دامولا، من چی ها گفتن شما رو تخمین کرده نمیتوانم، اما سمی دوستی من است. دوستی اویله ما حساب می شود. یعنی تنها دوست میگوید؟ یعنی دوستمون، دوستی پیشینم، دوستی اویلوی همون است. با شما چی رفتار کردنتان رو میدانستگیستی؟ برای مرا فهمیدنتان تشکر زیاد. شبتان خوش. تو تنها در سرت خیال کرده پت کن وقتی که با دختر روبرو شدن به دهانت آگل بی عقل، تو حتی جای خوک هم نداری، کلتکل است. ای برادر، در اصل این دختر با زاغ سیاه حیران است. نه این دختر با اون بفهم نظر نمی کند، گرچنده که ما چی دخترها دیدیم نظر کردیم. ای عصبی نشوی. ای زاغ سیاه دا ای تو رسید. زاغ سیاه؟ شما زاغ سیاه؟ خانم زهرا، خواب نبوده؟ ناراحت نکردم انشالله؟ خواب نبرد مرا، بیدار بودم. اگر خواب هم میبرد در خواب هم میدیدم شما را. خواب در کار نیست، حقیقت در رو برویت. از هیجان چیزی گفتن نتوانست ایستادن. این خواب باشد یا حقیقت؟ خانم زهرا، امروز شما را کمی غمگین دیدم. یگان مشکلی دارین اگر من فهمونده میتوانید؟ شما مرا پی بردید؟ مرا در کجا دیدید؟ نه، در مرکز دلخوشی دیدم. شما هم در اونجا بودید مگر شما را من ندیدم؟ می بودید میدیدم. یا اینکه شما را دوست داشتهتان میرنجاند؟ نه نمیرنجاند. شوهر شونده مرا شما میشناسید؟ اگر این دامولای احمق رو گوید، یعنی اگر یگان کاری خطا کرده ایستاده باشد، مسئلهش رو بینم. نه لطفاً به او ضرر نرسانید. زاغ سیاه او بسیار آدم خوب است. با فکر ما را دوست می‌دارید؟ نفهمیدم. این هم سوال است مگر یگان شخص با آدمی که دوستش نمی‌دارد اویله دار می‌شود؟ نه، من او را دوست نمی‌دارم. این خیلی نیست. چی؟ نفهمیدم. پس چرا با او اویله دار می‌شوید خانم؟ چرا آن شخص را با حسیات می‌آورید؟ من هیچ کس را به حسیات نمی‌آورم. آخر او مرا دوست نمی‌دارد. او دامولای مسجد است و باید او با کسی اویله دار شود که در اطرافش است. چه؟ خودم را گم کردم. ای خودو بگیرم. خیلی مالش خانم، من با این خیلی کارهای آمیخته سر و کار ندارم. مرا دیگر نمیبینی. اما من با شما یک چیز گویم، دامولا را دوست دارید، آدم خوب میتابد، شما نمیشوید. یک دقیقه ایستید، من همش رو به شما شرح میدیم. شبتان خوش. اوف، زاغ سیاه نروید، ایستید، نروید. ای به اینجا بیاید. رفتید. رفت. تمام ترسیدن در کار نیست. زهرا با زاغ سیاه عاشق است، اما حالا باشد زهرا رو با واسطه زاغ سیاه با دامولا زیاه عاشق کردن هم در کار. اما چه خیل
چرا ترسم؟ آخر من زاغسیا هستم که با یگان راه حل میکنیم. در کار شود نقاب را میکشم، کار حل میشود. چی کار کرده ایستادم دیوانوار؟ یه دو از این جایی خود با خود گپ زدم. شپرکوی شبانه کنی فهمونید شبتون چخیل گذشت؟ بسیار خوشحالی کردیم. هرچند دامولازی و کمی ناراحت شد. البته ناراحت میشد است. دامولای مسجد در اون خیل جای ها چی کار میکند آخر؟ ینگه او هم مثل انسان های دیگر نفس دارد. نمیگذارد که در باره شوهر شونده اش گپ زنید. سمی این شهر رو با فکرم بسیار یاد کرده ای؟ بسیار. حتی این کوچه در خوبم در آمده بود. من از این خاطر با اینجا آمدن را قرار دادم. پسرم زیبایی این کوچه هم نمانده است. در گذشته این کوچه بسیار زیبا بود. ملیس با فکرم امروز آنقدر کاری مهمی نداشتی ها؟ اگر خواهی او تو رو به سیر و گشت برد. ها هیچ مشکلی نیست. هوا خوب است. تو چی میگویی؟ البته میشود. البته اگر ما کار نمیداشتیم با تو میرفتیم. زهرا تو هم آمدن میخواهی؟ بابای ایشانش اجازت نمیده. چی شد جانم؟ شوخی دارم؟ نه حتی در این خانه شوخی هم کرده نمیتوانیم. هیچ کس شوخی رو نمیبردارد. شوخی هم یک جای دارد. آخر شوخی چی است؟ تو بسیار خوب میدانی. یک شوخی رو تکرار کرده ایستاده ای. اکنون بس است. تو با پدرت یگان گپ زده نمیتوانی کو. تو مرا در مقابل پدرت محافظت نمیکنی کو. آفرین باشه. چی میگویی تو؟ پدرم راست میگوید. همین خیل فروخ؟ وا به فکرم زیا آمد. فریده؟ السلام. خوش اومدی. تو چی کار داری اینجا؟ خوش آمدی. خوش باشید. اشتهای دام خفه نشوید. شما رو ناراحت کردم. این دختر کیست؟ فریده دوستی مکتبی هم بابا جان. همین خیل. خوش آمدید دخترم. خوش باشید. نشیده خانم بینید مهمان آمد. به او یگان چیز بیارید. در اصل وقتی زیاد ندارم. زود مسئله رو بیم خوب می شود. من اینجا برای زهره آمدم. برای من؟ بله من در تلویزیون کار میکنم و میخواستم درباره عشق غیر عادی یک برنامه کنم و تو به سرم آمدی. اگر قبول کنی. انتخاب خوب کرده ای. عاشقانی زمانه. ها بله من هم از این خاطر به اینجا آمدم. ملیس نقل کرده بود. با فکرم تنها شما آمده در حالی که موضوع درباره عشق غیر عادی بود. من باید تا پگاه این وظیفه رو تمام کنم. لطفاً با شوهر شونده‌تان به من کمک کنید. التماس رد نکنید. برای من مهم است. به سراغ بسیار هم درست آمدی دخترم. از این عشق بسیار هم غیر عادی و بزرگ است. زورا دخترم به مسجد روید. زیا را گرفته یک جایه شده کار دوستتان رو حل کنید. روید. شوکت در کوچه ها نگرد. وضعیتمون اونقدر خوب نیست حالا. برادر وقتی که تو این خیل میگویی یک باره غمگین شده با بیرون بر اومدن میخوام. در خونه دیلم تنگ میشود. تو معرکه با معرکه بگرد و من در خونه بشینم. مالشو برادر آخر لیدن در این جاها گشته ایستاده است. از یک طرف نمیک گوش کنی. نمیک یگان خوبی میکند به تو. اگم که نمیکه بیا دنبالو مرا خدسی ولجا نکاح کن. کار را برآورده به شکمت دو بار میزنم بعد میبینی حالت رو. با خدا دینه که همین سیوال گند عصبو ما بیرون کرد. دیگه نمیفوره بینیمش. تو رفتن گیر ما کرگو مرش. برای ما همشیرینه هم بیزور. در کوچه ها بسیار نگرد. و سلام. سلام علیکم. مرحبا دومالا. تشکر خانم. چیه دومالا؟ دوستتون شفقت شکایت کردنی نیستم اما خانم سیوال چیزی باشد روشن نقل کنید. التماس با او فهمانید که نسبت من با دقتانه رفتار کند. چی شد؟ یگان کاری خطا کرد؟ نه یگان کاری خطا نکرده است اما من با شخصی به مانند او نه مانند شما با یک شخصی با ایمان اویله برپا کردن میخواهم. میدونید نمیک به دلم زد. با ایمان ها؟
البته خانم سیوال راست میگوید. من با شوکت گپ میزنم، با جای او از شما بخشش میپرسم. شما را خطا فهمیدید. شاید دوملا یک دقیقه باش با یک چیز میورم. یا خدایا، این دختر چی عجایب دختر. دوملا این برای شما. لطفاً کشوید. برای شما گفتم، برای تمامی خوبی‌هایی که برای من کردید، برای همه‌اش تشکر زیاد. خانم سیوال لازم نبود. هیچ گپ نه دوملا. زمستان هم آمد، هم گرم نگاه می‌دارد. سلامت باشید. تشکر زیاد. زهرا گردن بندی نم خریدی زیاد جان؟ نه، وای خانم سیوال برای منتداری با من این را خریده است. بخیر باشد. رحمت. این کس فریده. سلام علیکم. او روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون است. برنامه دارد در رادیو با نام عشق حقیقی. عشق ما رو میفهماند به همگان. چی میشود حالا نفهمیدم. یگان چیزی نفهمان است. یک چند سوال میپرسم شما جواب میدهید. تمام. عشق به زهرا داشتهتان را چخل میفهمانید؟ مانند شخصی که دیگر هیچ بر نمیگردد او را انتظاری. چی خیلی؟ یعنی فکر میکنید که یک جای نمیشوید؟ نه، اما شخصی را که یک عمر منتظرش میشوی و او هرگز بر نمیگردد. این همه خیلی است. نمیدانم. با یک دوملا اویله دار میشوید. برای این طرز زندگی خودتان را ترک میکنید. اگر با طرز زندگی یک دیگرمون دخالت نکنیم هم یک دیگر رو حرمت میکنیم. مثلا بر رفتارهایم بسیار دقت دادن را آغاز کردم. از آن چیزهایی که بعضی پسند نیست پرهیز کردن را کوشش میکنم. زهرا جان خودت رو به دست گیر. مالش. با یک کلمه عشقتان رو بیان کنید. آرزو. صبر. صبر نی. حرمت باشد. چه خیلی که میدونید محبت هم میشود. بار اول عاشق شدنتان رو کی فهمیدید؟ خودم رو وقتی که تماما به خطر حس می‌کردم. کمی شرمیدید؟ بسیار حسیات عجیب. گویا حس میکنی که در دنیا یگان قوه به تو ضرر رساندن نمیتواند. یگان قوه. خودت رو تماما به خطر حس میکنی. اگر از روی طرز زندگیتون برای جدا شدن مجبور شوید، حیات خودتون رو ترک کردن، حیات او رو زنده میکنید. عشق این سوزنده است. اگر به کسی عاشق شوی که اون رو نمیشناسی. سلام علیکم بابی راج خوبی؟ مرا گفتی نمیگی؟ او تو را گفتم. میگن که هم دوملوزیاتون یا آدم فریبگاره راسته؟ تو چی ها میگویی؟ ادبی گپ نزایرد. این گپ همه نگفتم. تمام محله میگه که دوملوزی های مرده که دیوس های. این گپ ها را از کجا میبروری؟ چه ها میگویی؟ من نگفتم. عروس شونده دوملوز یا زورو از کو؟ یک زاغ سیاه دیگر در محله پیدا شده کو؟ اکه خلیلت میدونی؟
زورا قطعی زاغ سیاه میگشته. رو تسیاه نکن امی. گناه تهمت بسیار عظیم است. گناه دختر را به گردن نگیر. البته که حقیقت تلخ است میگویند. استادم باز نفهمد. من بفهمه و داملاگی را بس کنه. یا شرمندگی ایزو میکشم که در این محله بگردم. یا خدایا، زهرا را برای داملا من خواستگاری کردم. به یکدیگرشان چنان به محبت نگاه میکنند که این روش سیاه میکنه. این نمیکچه همیشه بدخویی میکند. استادم گناه ندارد. طبیعت این آدم همین خیلی است. یک حیات تهمت میکند، دیگر کار ندارد. به هر دویتون تشکری زیاد میگویم. خواهش میکنم چیکار کردیم که نمیارزد. این به شما فایده میرسانده؟ بسیار، حتی زیادتر. تشکری زیاد. زهرا جان، ما هم باید خیزیم. با کارخانه دیر کردیم. مرش عزیزم. بله، من هم به مسجد روم. بسیار هم یک روزی زیبا شد سمی. بله، من هم بسیار خوشحالی کردم. این زهرا با اون شخص از کی باز یک جای است؟ داملا رو در نظر داری؟ آها. اونقدر دور نه، همین نزدیکی ها. یعنی عشق ناگهانی ها؟ به خدا همین طور. برای زهرا خوب شد. در کارخانه بند شده ماندگی بود. اکنون به حیاتش رنگ در اومد، گفته خطا نمیکنیم. کدام کارخانه؟ زهرا کارخانه خودش را دارد. ها درست. بله درست. چی میگویی اگر کارخانه را زیارتی ناگهانه کنی؟ میشود. چرا بیا میرویم. چی خیلی میرویم؟ از اون کجا میگردیم؟ مایلش. شنیدم که زاغ سیاه با زهرا علاقه دارد. درست است؟ من به این باور نمی کنم، گرچنده که مردم میگویند. این همه تهمت است که بر داملا بستند. عیب است، گناه است. من شنیدم را گفتم. یا توبه. سلیم، داملا زیاد به سوالهای عاشقی بسیار زیبا جواب داد ها؟ او از تولدش این خیلی قابلیت داشته است، هیچ عیان نمی کند. با خدا آفرین. در حقیقت عالی جناب بود. من حتی اینقدرش را انتظار نبودم. با تو یک چیز رو گویم، اگر او این طور نقش بازی نمی کرد، من کایها خودم رو بوی می دادم. ما آمدیم. خوش آمدید. چی خیلی است؟ بین ما دستی خالی ناومدیم. خوش آمدید. تشکر. کارخانه اتون بسیار هم زیبا بوده است. معقول شد. رحمت جانم. معلوم بود که زهرا یک معمار بسیار عالی جناب میشود. رسم‌هایش عالی جناب بود. اوه، شرمندم نکن. رنگ اینجا بسیار موافق آمده است. معقول شد به خدا. اگر یگون کس آمده اینجا را بیند، خودش پیشنهاد همکاری میکند. بس کن تعریف رو. تشکر. زهرا اولین روزی به سیر و گشت رفتنمون رو در یاد داری؟ لباسی ما رو تو انتخاب کرده بودی کو؟ تو کو در انتخاب رنگ همه وقت عالی جناب هستی زهرا جان. در یاد دارم. سلام زهرا جان. خوش آمدی زیا. این چه سورپریز زیبا. امروز به فکرم روزی سورپریز ها بوده است. وقت زیاد ندارم، موندن نمیتوانم. متاسفانه. خوش آمدی زیاد الله. خوش باشی سمی یوسف. اگر ناراحت نکنم یک چیز رو صحبت کرده میتوانم زهرا؟ البته، با اجازت شما. زهرا را کمی از شما دور میکنم، خفه نشوید. خانم زهرا، شما گفتید که با سمی یگان علاقه ندارید. داملا، من برای شما دروغ گفته بازی کرده ایستادم، اما شما به من باور نکرده ایستادید. داملا، این چه خیلی گپ؟ البته که باور دارم. این خیلی باشه چرا درباره سمی به من هیچ چیز نگفتید؟ چون که علاقه ندارم. چه خیلی نداره؟ اولین روز سیر و گشتمان میگوید. داملا، یک بار به قهوه خانه رفتیم، به قهوه نوشید. یک بار. اول اخرش همین است. گوش کنید، این به من تعلق ندارد. این حیات شخصی شماست. اما چیزی که به من تعلق دارد این است که از این من خبر ندارم. دیگر باز کی میداند این را؟ عجبا. فهمو. همه میداند، یک من نمیدانم. خانم لطفاً گوش کنید. لطفاً از سمی دور شوید. بخشش. شما از سیول کی دور میشوید؟ این حالا با موضوع ما چی دخل دارد؟ دخل دارد که میگویم. چه علاقه داشته از گوید من هم دونم. داملو، بیاید این رو به یک طرف بذاریم. خیر مالش.
از آن زاغی سیاه هم دور شدنتون رو خواهش میکنم. با جای آنکه ذکر خدا رو کنم در مسجد هم از زاغی سیاه و زهرا میگویم. آدم دیوانه شدن مگر این خیلی چیز درست است؟ با شخصی که من باری هم ندیدم چه خیلی بین ما علاقه می شود؟ سمی؟ اما روی سمی رو میبینید. باز به اول برگشتیم ها؟ گوش کنید زهرا، اگر شما با او نگاه نکنید و با شما این خیلی رفتار نمیکنه. گپای گفته اتان رو گوش هایتان فهمیده ایستاده است. مرا تحقیر نکنید فهمو؟ من شما را تحقیر نکردم. کرده ایستادید. چی خیلی گپ ها؟ ای چی معنی دارد؟ مگر این خیلی رفتار کردن رو من به سمیر اجازه میدهم؟ من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ با شما وضعیت رو فهمونده ایستادم. یک بار به قهوه خانه رفتیم. زمانی که کودک بودیم گفتم این رو گفتم. دنبالو گوش کنید. این بازی برای هر دوی ما بسیار مشکل است میدونید. اما یک روز یگان کس از این بازی ما خبردار می شود و واقعه را به همگان می من نمیخواهم. من این کار رو نمیخواهم. هیچی خیلی گپ نمیخواهم. چی خیلی اینقدر باور میکنید ببخشید. مایلش دنبالا هستید. طرز زندگیتون دیگر است میفهمم، اما در نتیجه شما هم انسان هستید. یک روز یگان زن به شما معقول می شود. اون زن سیوه شده میتواند دیگر زن شده میتواند. نمیشود، چون که صاحب یگانه قلب من توی. لطفاً دنبالو بس کنید. موضوع رو میپوشیم. من از شما یک خواهش دارم. اگر حتی چنین هم باشد لطفاً به وعده دادتان وفا کنید و مرا در نیمه راه نگذارید. نقطه. این آخران گفته ما با شما شود. خانم زهرا، گوش کنید. من بارها گفتم که من شما را در نیمه راه نمیگذارم. تشکر زیاد. با اجازت شما. البته. علیکم سلام. من از امنیت کمیسر هستم. یک تحقیقات برده ایستادم. درباره یک طلبه کهنه شما یک چند سوال میپرسم. مرحمت. اما من نو تعیین شدم. با شما کمک کردن نمیتوانم. نباشد درباره کلتکیل است. یگان معلومات نداره یا که درباره خواهر گم شده او؟ خدایم چرا اینقدر من بی‌طالعم؟ شوکت بوی انا باز که نسر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر اونال گفت که یک خبر تاجیلی را به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکه شوکت. دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نبوده. کجا برم؟ بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، میده با شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که اوجد در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. اوجد در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برید بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیل باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کنند و اگر نه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چه معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه هم خیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در استال شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیک چی میشود؟ برادر ایسو با کجا میروی؟
تسلیم نشوی با ما در اینجا چی کار میکنیم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟ اون خودش را با عقل فکر میکند اما با کالتکله شوخی کردنش را با اون نشان میدهم و خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کارش شوکت. نقشه عادتی کلاس همین است. بوجت دیوانه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگر کسبی شاه ما در این گونه حالاتش کار میکند. چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شخمت بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر رونالد در این حال باشد گروهش را جمع کرده با اونها صحبت دارد. رفته تسلیم نشدن من رو میدانستری است. کالتکلسی که من میدانم آمده با پای خودش تسلیم نمیشود. اما خواه و ناخواه این حجت را گرفتن میخواهد. حالا باشد و فکر میکند که من رفته از شعبه پلیس حجت ها را میدزدم. از همین سبب شوکت حجت ها رو در شعبه پلیس نه احتمال کلان در کشک خانهش پنهان کرده است. آدمان در حالی که تو رو در شعبه انتظارم تو به خانه در اومده حجت رو گرفته میآیند. بزرگان چی گفتن؟ چیکار چی ده گپ نیست. وای کالتکلاس. همه رو تفتیش کردی؟ سردارم خاطر نشید. من و همه همین شیر بچه ها به خدمت تیاریم. بیا کالتکلاس بیا کنون. سردارم یکی کالتکلاس از نقشه پروفسیونل شما آگاه شده باشد. آخر شما او رو یک بار بعدم افتونده بودید تو. او آدم بیعقل نیست. کالتکلاس هم آدم اندک مندک نیسته که سردار. چی میگویی آدم احمق؟ او عقل دردمون نداره. اینطور نگوی سردارم. عقل شما رو برزگاه ندارد. من در خانه میروم. کالتکلاس در خانه بودن حجت رو زخمی کردنش ممکن. گوش کنید. بسیار هوشیار باشید. فهمو؟ خطا نکنید نمیبخشم. هوشیار باشید. روید از پس کارتون شوید. بری بچو. سردارم آخران سوالم رو پرسم. پرس. اما وعده دید که غضبناک نمیشوی. اوف لوین نمیشوم. پرس. سردارم با فکر من زاغسیا کالتکلاس نه شوکت است. شوکت؟ بله سردارم. پسرم چشم دارم شوکت آخر مرد قد پست است. لیکن سردارم نقاب میپوشد. با فکر من وقتی که نقاب میپوشد قد شوکت دراز میشود. لوین اوف پیش درو به خانه میروم. در رو کشم. رفته. جواب ده حاله جواب ده. عزیزم حاله حاضر تمامی در و تریده ها را محکم کن. اون حال چه شده است و دست مرا ترساندی؟ عزیزم یگان جای ترسش نیست. من که پس در خانه میشوم. تو حالا در کجایی؟ در راهم آمده ایستادم. آمدم بعد گم میزنم. گفتم را کن لطفا. مایلش با دقت باش در نهایی که در هراس افتیدم.
خدایا یگان چیزی بد نشوده. اون حال جواب ده. لبای الو نه در خونه کسی هست. بسیار ترسیده ایستادم در کریدور. ولی آرام باش مایلش از خونه زود برو من زود میآیم. مایلش چی شده ایستاده است؟ جانم در همینجا انتظار نه چی شده ایستاده است؟ من میترسم. بعد میفهمونم عزیزم. رفتیم لبند.